مواظب باش زیاد ازش استفاده نکن، چون مجبور میشی هر روز موهاتو کوتاه کنی. تونیک تقویت کننده و محرک رشد موی آریه، باعث کاهش ریزش مو میشه، افزایش گردش خون توی فولیکول‌ها و موی رگ‌ها. تقویت پیاز مو محرک رشد مو و افزایش اکسیژن رسانی به ریشه مو. رفع چربی کف سر، محافظ مو و حتی از موخوری جلوگیری میکنه. آبرسان و نرم کننده موهای خشک و وز و آسیب دیده است. حتی رفع خارش و شوره سر. دیگه از یه تقویت کننده مو چی میخواد؟ روش مصرفش هم حتما تو کپشن بخونید. مواظب باش زیاد ازش استفاده نکن، چون مجبور میشی هر روز موهاتو کوتاه کنی. تونیک تقویت کننده و محرک رشد موی آریه، باعث کاهش ریزش مو میشه، افزایش گردش خون توی فولیکول‌ها و موی رگ‌ها. تقویت پیاز مو محرک رشد مو و افزایش اکسیژن رسانی به ریشه مو. رفع چربی کف سر، محافظ مو و حتی از موخوری جلوگیری میکنه. آبرسان و نرم کننده موهای خشک و وز و آسیب دیده است. حتی رفع خارش و شوره سر. دیگه از یه تقویت کننده مو چی میخواد؟ روش مصرفش هم حتما تو کپشن بخونید.